در آخر گفتنیم که مینداری میکنم به همه شما برادرای مبارز مینداری میکنم که این راه را انتخاب کردین و در راه صادقین و هر قدر مشکلاتی که باراتون اومد شما چیکار کردین؟ یعنی از راهتون برنگشتین. من یک چیز مشاهده کردم که بعضا برادرایی که در بالاشون مشکلی میاد بازم صادقتر میگردن. ما و شما امروز حرکت داریم، چقدر ما نزدیک میشیم به هدف همون قدر رقیب ما بیقرار میشه. بیقرارش امروز ما و شما نگاه داریم، میبینیم، مشاهده میکنیم چقدر نزدیک میشیم. یعنی ما چقدر نزدیک بشیم اون قدر اونا بیقرار شدن میگیره و مسئولیت ما و شما بیشتر میشه. بعد از الله شخصا تمام امید من به شما است برادرای مبارز و بدن شما فخر میکنم و همچنین به مردم تاجیکستان من امیدوار هستم که نه همه امروز ناموس از دست داده است. وظیفه ما و شما برگرداندن ناموسی که از دست رفته است. تشکر برای دقت، تشکر برای مبارزه، تشکر برای بودنتون. الله نگهبان همه ما و شما و هر کسی که در قلبش نیت‌های پاک دارد برای مردم وطن دینش خدمت میکنه الله موفق گردونه. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.